در کنار دوست قدیمیمون اوپینا هستیم. او در انتظار لقمه چرب و نرم. راز بقا این قسمت گرسنگی. این سگ ولجرد چه از صاحب خود خیانت دیده، به آرامی در عمق خیالاتش تکه گوشتی را تصور می کند. به این نوع سگ گرسنگ یا گرسنه می گویند که بسیار کمیاب است. به چیل عجیب و غریب و چشمان مظلومش نگاه نکنید. او بسیار گرسنه است و می ترسد از اینکه از این آشیانه که در او میزیستد گرسنه رها شود و در آغوش طبیعت جان بدهد. این سگ اشتباهات بزرگی در زندگی کرده که همکنون در حال دادن کارماست و به گمان ها و جادوگران قدیم او را طلسم کردند. از اینکه این سگ در مغز او چی میگذرد فقط یک نفر خبر دارد، صاحب او، زیرا غم بسیار عجیبی در نگاه اوست. حتی از پشت فنس ها هم امید غذا دارد. این سگ از ما مردم ایران هم شانس بیشتری برای بقا دارد، زیرا او 7 جان دارد و شوخی نیست. ما فقط 1 جان داریم، نه آب داریم، نه برق داریم، نه گاز داریم. در حال حاضر